سلام به همه دوستان، من علی دلخوش هستم و امروز با یه موضوع جذاب در خدمت شما. قرار بود که موضوعات بیزنسی رو با هم مرور کنیم و این اپیزود اولین جلسه از مفاهیم تجاری، بیزنسی و استارتاپیه که با هم قرار مرور بکنیم. موضوع خیلی جذابیه، خیلی از شما احتمالاً درگیرش بودید، دور یا نزدیک شنیدید در موردش و چالش هایی که توی این موضوع وجود داره رو اگر تجربه نکرده باشید حداقل شنیدید و اهمیتش رو میدونید که به چه شکل هست. اون موضوع خلق ایده و اعتبار سنجی کردن ایده هاست. یک اصل مهم وجود داره توی این بحث، این که ما هیچ قطعیتی نداریم در مورد اینکه بگیم یک ایده موفق میشه یا یک ایده شکست میخوره. بارها و بارها توی دنیا این موضوع تجربه شده و یک ایده رو یک تیم تونسته انجامش بده ولی 10 تیم نتونستن انجام بدن، یا در بازه زمانی مختلف، یعنی با تایمینگ درست، یک ایده به یک کمپانی بزرگ تبدیل شده ولی با تایمینگ اشتباه همون ایده به جایی نرسیده. مثلا مثالش Airbnb است که توی 2008 توی آمریکا شروع به کار کرد، زمانی که اقتصاد آمریکا خب اون ورشکستگی 2008 رو داشت و مردم شدیداً دچار مشکلات اقتصادی شده بودن و میخواستن درآمد خودشون رو افزایش بدن و از فضای اضافه‌ای که تو خونشون داشتن شروع کردن به پول درآوردن به کمک Airbnb، در حالی که این حرف رو اگه 2005 به یه آمریکایی میزدید مثلا توی نیویورک میگفت که اصلا راجع به چی داری حرف میزنی، چرا من باید غریبه‌ها رو راه بدم توی خونم. پس عوامل متعددی توی موفقیت یک ایده تأثیر داره و یک ایده رو ما همین امروز میتونیم یک ایده خیلی خوب داشته باشیم ولی الان زمان مناسبش نباشه و 10 سال دیگه زمان مناسب اون ایده باشه، یا موضوعات متعدد دیگه که یکی از مهمتریناش خود تیمی هست که داره روی اون موضوع کار میکنه. پس اولین اصل اینه که هیچ کس نمیتونه به صورت قطعی راجع به خوب بودن به معنی موفق شدن یک ایده یا شکست خوردنش نظر بده، هر چقدر که اون آدم متخصص باشه. ولی یک سری شاخص ها، یک سری سنجه ها وجود داره که ما به کمک اونها میتونیم ایده هایی که شانس موفقیتشون بیشتر هست رو پیدا بکنیم و اعتبار سنجی بکنیم و یه چارچوبی بهش بدیم. یه اتفاق دیگه ای هم که هست راجع به این موضوع و تقریبا همه موضوعاتی که ما اینجا صحبت خواهیم کرد، هزاران وبسایت و مقاله وجود داره و شما میتونید توی اینترنت بگردید و راجبشون بخونید، ولی من توصیه نمی کنم که این کار رو بکنید. یعنی اصل مطلب رو، اون جان کلام رو بگیرید و برید سراغ اجرا و عملی کردن. این اشتباهی بوده که من خودم انجام دادم. خیلی مقاله میخوندم، خیلی مطالعه میکردم، خیلی کتاب میخوندم بدون اینکه اصلا درک کنه. یعنی من بعدها فهمیدم که مثلا فلان مطلبی که توی کتاب نوشته بود من مثلا 5 سال پیش خوندم، الان یعنی چی. حالا این نظر منه که به صورت مینیمم این مطالعات رو انجام بدید. خب قبل از اینکه ما وارد بحث خلق ایده بشیم، یعنی 2 موضوع اصلی داریم امروز. یکی نحوه خلق ایده هست، ایده جنریشن، و یکی هم ایده والیدیشن، اعتبار سنجی ایده ها. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم ببینیم رایج ترین اشتباهاتی که بقیه انجام دادن تا الان، چون ما اولین نفری نیستیم که میخوایم ایده داشته باشیم. هزار نفر اومدن تو دنیا و کلی ایده داشتن و کلی اشتباه داشتن توی این ایده هایی که دنبال کردن. رایج ترین اشتباهی که وجود داشته خیلی هم بدیهیه. یعنی الان ما میگیم خب این که همه میدونن که اینجوریه، خب پس چرا اشتباه میکنن؟ اینه که
حل کردن مسئله‌ایه که وجود نداره، یعنی یک مسئله غیر واقعی رو ما میایم و حلش میکنیم. مثالش چیه؟ مثالش اینه که مثلا الان این روزها هوش مصنوعی و AI خیلی ترند شده توی سوشال مدیا، نمیدونم مجلاتی که مربوط به تک هست، شما زیاد میشنوید در مورد این موضوع که آقا AI فلان اتفاق داره میفته. بعد حالا یک نفر میگه که با خودش داره فکر میکنه که حالا من چه ایده‌ای داشته باشم که با اون یک کمپانی خوب بسازم. میگه خب بیایم از AI استفاده کنیم. خب AI رو برمیداره به عنوان یک سولوشن، به عنوان یک راه حل. بعد دنبال مسئله میگرده برای راه حلش، یعنی اول راه حل رو گرفته تو دست و دنبال مشکل میگرده که ببین این به درد چه مشکلی میخوره که ما به کمک این بریم اون رو حل بکنیم. یه اصطلاحی شتاب دهنده وای کامبینیتور داره برای این موضوع، بهش میگه SISP SISP، یعنی Solution in Search of Problem، یعنی شما راه حل رو گرفتی، بعد با راه حل داری دنبال مسئله میگردی. و این ما به جای اینکه یه همچین متدی رو پیش بگیریم، همچین روشی رو پیش بگیریم، باید عاشق مسئله بشیم. یعنی نه اینکه اول عاشق راه حل بشیم بعد دنبال مسئله بگردیم، برعکسه. اول باید عاشق مسئله‌ای بشیم که داریم حلش میکنیم و اون مسئله کاملا واقعی باشه. حالا صحبت میکنیم در موردش که این مسئله ها رو از کجا بیاریم، بعد بریم دنبال راه حلش. حالا اون راه حل ممکنه AI توش باشه، ممکنه AI توش نباشه. خیلی از مسائلی که پیچیده هستن لزوما راه حل های پیچیده ای ندارن، یعنی گاهن یه راه حل خیلی ساده میتونه یه مسئله خیلی پیچیده رو حل بکنه و ما با کشف این راه حل میتونیم یک ایده استارتاپی داشته باشیم و روی اون یک شرکت موفق بنا بکنیم. موضوع بعدی، من اینا رو کاغذ نوشتم برای همین هی نگاه میکنم پایین و دارم میخونم. موضوع بعدی اعتبار سنجی نکردن ایده است. یعنی من خودم این کار رو انجام دادم، این اشتباه رو انجام دادم. شاید 7 سال پیش 8 سال پیش یک ایده ای رو شروع کردیم. من دعوت شدم به یک تیم استارتاپی و اون تیم داشت روی یک ایده کار میکرد و من هم جزء کوفاوندرهای اون تیم بودم و من اصلا نمیدونستم که اعتبار سنجی ایده یعنی چی و بدون اینکه اعتبار سنجی بکنم اون ایده ای که داریم روش کار میکنیم رو، ما تقریبا 6 ماه روی اون کار وقت گذاشتیم و آخر سر من متوجه شدم که ما چه اشتباهات فاحشی انجام دادیم. موضوع بعدی، یعنی خطای متداول بعدی که انجام میدن افراد اینه که منتظر میمونن. اون اعتبار سنجی نکردن ایده مثل اینه که اول کار اولین ایده‌ای که ما به ذهنمون میرسه میپریم توی ایده و شروع میکنیم به پیاده سازی کردن. این یک سر این طیفه و سر دیگه ای طیف اینه که ما اونقدر منتظر میمونیم تا یک ایده اصطلاحاً پرفکت، یک ایده کامل و بدون نقص به ذهنمون بیاد. چه ابتدای این طیف چه انتهای این طیف جاهای اشتباهیه و ما باید یه جاهایی وسط این طیف رو بگیریم و نه اینجوری باشه که بدون اعتبار سنجی بریم سراغ ایده و نه اینکه هی منتظر بمونیم برای یک ایده‌ای که اون ایده قراره که پرفکت باشه. این 3 تا از رایج‌ترین اشتباهات بود که اون اشتباه اوله خیلی 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 مهمتر از همه است. یعنی ما یک مسئله غیر واقعی رو حل می‌کنیم. مثال‌هاش هم خیلی زیاده. یعنی ما وقتی یک راه حل رو گرفتیم و دنبال این میگردیم که این راه حل چه مشکلاتی رو میتونه حل بکنه،
معمولا به اینجا ختم میشه. و این از اشتباهات رایج. حالا بریم روی خلق ایده، ببینیم که ایده ها از کجا میان. ببینید دوستان، دو نوع خلق ایده ما داریم، یکی ارگانیکه، یکی هم دستورالعملیه. ارگانیک چجوریه؟ ارگانیک اینه که آقا من اصلاً به این موضوع فکر نمی کنم که چه ایده‌ای داشت، یعنی مثلا اینجا نشستم با خودم فکر میکنم که خب چه ایده‌ای داشته باشم که مثلا اون ایده استارتاپی باشه که یه شرکت موفق بشه. یعنی فکر میکنم به ایده، که سوالم هم اینه که چه ایده‌ای خوبه. این میشه حالت دستورالعملی و رسپیتور و معمولاً به جاهای خوبی نمیرسه. یعنی نتیجه این نوع فکر کردن ها معمولاً اینجوریه که یک سری ایده ها به ذهن ما میاد که به ظاهر خیلی خوبه و اصطلاحاً بهش میگن پلازبله، یعنی تشویق برانگیزه، بقیه میگن به به چه ایده خوبی، ولی در عمل ایده های خوبی نیستن. یه حالت هم داریم که ارگانیکه، یعنی من مثلا متخصص داروخونه‌ام، مثلا تکنسین داروخونه‌ام، تو روزمره‌ای که دارم کار میکنم متوجه یک مشکلی میشم توی داروخونه و میبینم که تعداد زیادی از داروخونه ها ظاهرا این مشکل رو دارن. مثلا این مثلا یه مثالش. یه مثال دیگه که کمپانی که روش بنا شده رو همتون میشناسید، فیسبوک هست که خب الان اسمش عوض شده و متاه. فیسبوک رو مارک زاکربرگ اینجوری نبود که بشینه بگه حالا من چه ایده‌ای بزنم که این جواب بده و میلیاردها کاربر داشته باشه. از یک مسخره بازی توی دانشگاه هاروارد شروع شد و اینا اومدن اول یک کاری رو شروع کردن به اسم فیس مش که لیست دخترای دانشکده رو توی یک وبسایتی آورده بودن که و مشخص میکرد که کدومشون هات‌تر از اون یکی هن و خب خیلی استقبال شد از این. بعد تو مرحله بعد این رفت به حالت کانکشن و ارتباط و کم کم اون ایده فیسبوکی که ما امروز میبینیم شکل گرفت. یا مایکروسافت تقریبا همین جور بوده، گوگل تقریبا همین جور بوده. یعنی افراد و کوفاوندرهای این استارتاپ ها و کمپانی ها اینجوری نبود که بشینن فکر کنن بگن حالا چه ایده خوبه، داشتن یه مسئله‌ای که خودشون باهاش مواجه هستن رو حل می‌کردن، یعنی خودشون باهاشون مواجه شده بودن. خب حالا ما اگه بخوایم مجموع این ایده های ارگانیک و دستورالعملی رو توی چند تا آیتم مطرحش بکنیم، آیتمامون این شکلی میشه که یعنی به ترتیب مهمترین من میگم و هرچی که میایم پایین تر این اهمیتش کمتر میشه. مهمترین کاری که میتونید بکنید اینه که با ایده‌ای شروع کنید که برای تیمتون کار میکنه، یعنی توی تیمتون اون تخصص ها رو دارید. مثلا یک نفر توی کار ریل استیت، تو کار املاکه، مثلا همچین آدمی شما توی تیم دارید. یک نفر دارید که مثلا اپ دیولپر خوبیه، مثلا با این دو نفر یک تیم تشکیل دادید. شما هم به فرض مثلا مارکتینگ خوبی میتونید انجام بدید روی محصولات نرم افزاری. خب این ترکیب نشون میده که شما اگر مثلا وارد ریل استیت بشید که هم بتونید نرم افزارش رو بسازید که اسکیلبل باشه و هم قدرت بازاریابی خوبی داشته باشید، احتمالاً این ایده ریل استیت برای شما بهتر کار میکنه. پس اولویت اول ما اینه که اون تیمی که تشکیل شده
اون تیمی که تشکیل شده چه مهارت‌هایی داره و بیایم روی اون مهارت‌ها تمرکز بکنیم. یه سوال فنی شاید اینجا براتون پیش بیاد که ما اول ایده رو پیدا می‌کنیم بعد میریم سراغ تیم. حالا این یه موضوع جداه. من فقط داخل پرانتز بگم که توصیه حرفه‌ای‌ها، توصیه بزرگان این رشته، بزرگان بیزینس و استارتاپ اینه که این مسیر برعکسه. مثلا یکی از افرادی که این توصیه رو میکنه جیم کالینزه که توی کتاب Good to Great فصل 3 که رهبریه همچین مطلبی رو مطرح میکنه که شما اول تیم رو تشکیل بدید، بعد برای اون تیم برید سراغ ایده، چون تیم خوب میتونه ایده های مختلف رو تست بکنه و شکست بخوره تا موفقیت برسه. پس موضوع اول و مهم ببینیم که توی تیممون چه مهارت هایی هست، بر اساس اون بریم عمل بکنیم. موضوع بعدی اینه که مسئله ای رو که خودمون باهاش مواجه میشیم رو بیایم حل بکنیم. مثل اون مثال تکنسین داروخونه که زدم، مثل مثال فیسبوک. مارک زاکربرگ یه مصاحبه‌ای من ازش میدیدم، میگفت که من از بچگی، یعنی وقتی که مثلا تینیجر بودم و اوایل برنامه نویسی رو یاد گرفته بودم، کاری که میکردم میگفت چیزایی که نبود و دوست داشتم مثلا وجود داشته باشه یا مشکل داشتم رو خودم میرفتم مثلا برنامه نویسی میکردم. میگفت مثلا یه پلیر برای خودم ساخته بودم، مثلا با پلیرهایی که اون موقع بود حال نمیکردم، برای خودم یه پلیر ساخته بودم. و این روحیه باعث شد که وقتی که دانشجو بود یک محصولی مثل فیسبوک ازش بیرون بیاد. پس مورد دوم اینه که با مسائلی شروع کنید که خودتون باش مواجه میشید. یه توصیه کلی هم وجود داره راجع به این موضوع که حالا من توی ادامه میگم. مسئله بعدی اینه که چیزایی که خودتون دوست داشتید وجود داشته باشه. الان یک وقتی بذارید فکر بکنید ببینید چه چیزهایی توی دنیا نیست و شما دوست داشتید که اون چیزها وجود داشته باشه. بعد ببینید که آیا دوست دارید اون چیزها رو خودتون بسازید یا توانایی ساختنش رو دارید، یا مثلا میتونید یک تیم تشکیل بدید که با اون تیم اون چیزها رو بسازید. ببینید این مسئله که شما اول ایده رو داشته باشید بعد تیم رو بسازید کار اشتباهی نیست، ولی ترجیحاً برعکسش مسیر درست تریه. با اینکه اکثر افراد اول ایده رو تشکیل میدن بعد میرن تیم میسازن. پس مورد سوم هم این که مسائلی که خودتون دوست داشت، چیزایی که خودتون دوست داشتید وجود داشته باشه، ببینید آیا میتونید اونها رو بسازید یا نه. مسئله بعدی ببینید که چیزهایی که اخیراً توی دنیا عوض شده آیا مثلا روی اونها میتونید کاری بکنید. مثلا تو ایران الان من جسته گریخته اخبار رو دنبال میکنم، به پلتفرم ها دارن اجازه میدن که دارو بفروشن به صورت آنلاین. خب الان این اتفاق ممنوعه، یعنی رگولاتور اجازه نمیده. یک چنج اینجوری، یک تغییر اینجوری به وجود داره میاد و این میتونه کلی فرصت جدید رو باز بکنه. یا مثلا یک اتفاقی مثل کووید 19 که خیلی چیزها رو عوض کرد، این میتونه باب خیلی از ایده ها باشه، خیلی از ایده های موفق باشه. همونطوری که شما یادتون میاد احتمالاً که توی دوران کووید مثلا پلتفرم های وبینار، نمیدونم پلتفرم های جلسات آنلاین خیلی رشد کردن و این از اون ایده ها میتونه باشه که یک تغییری به وجود اومده اخیراً و شما از قبل اون تغییر
میتونید یک سری فرصت رو خلق بکنید. یک راه خیلی راحت که تو ایران من میبینم که خیلی رایجم هست اینه که دنبال شاخه های کمپانی های موفق بگردیم. یعنی چی؟ مثلا Amazon.com اومده و یک فروشگاه بزرگ رو تشکیل داده، یک پلتفرم خرده فروشی بزرگ رو تشکیل داده. حالا ما بیایم ببینیم دیگه چه چیز، این الان یک کمپانی موفقه، ما بیایم ببینیم دیگه چه چیزهایی میتونه شبیه آمازون وجود داشته باشه و به اونها فکر بکنیم. یا مثلا چه میدونم یک شرکتی اومده تو حوزه حمل و نقل داره یک کاری انجام میده، ما ببینیم که مثلا یک جایی از این زنجیره حمل و نقل هست که ما بتونیم بهینه ترش بکنیم و روی اون یک ایده خلق بکنیم و یک کمپانی بسازیم. یک راه خیلی متداول توی ایران همین قضیه است و بیشترم به صورت آنلاین شاپ ها خودشون نشون میده. یعنی مثلا دیجیکالا یا پلتفرم های دیگه توی ایران اومدن و یک بازاری رو گرفتن تو حوزه فروش آنلاین و همه مثلا یکی اومده مثلا یک فروشگاه زده وسایل پت فقط میفروشه، یکی فقط صندلی میفروشه، یکی فقط یه چیز دیگه میفروشه. یعنی وریانت های مختلف، گونه های مختلف اون کمپانی موفقه رو ببینیم که ما هم میتونیم داشته باشیم یا نه. پس این موردی که گفتم مورد پنجم بود. مورد بعدی که به نظر من خیلی جالبه، خصوصا برای بچه‌هایی که نرم افزار خوندن، اینه که با افراد صحبت کنیم، با افراد توی رشته‌های مختلف، توی حوزه‌های مختلف و بهتر از اون وارد حیطه‌های مختلف بشیم. مثلا شمایی که نرم افزار خوندید، شمایی که برنامه نویسی بلدید و این دید رو دارید، میتونید برید وارد حوزه‌های ترجیحاً نامرتبط بشید. مثلا چه میدونم وارد یک حوزه‌ای بشید که به شما ربطی نه، مثلا وارد یک داروخونه بشید، وارد یک فضای بیمارستانی بشید، وارد یک فضای معاملاتی بشید، ببینید که اونجا مثلا چه اتفاقاتی میتونه بیفته. وارد مثلا حوزه ملک بشید، نه اینکه بشینید توی خونه و فکر کنید که حالا توی ملک هم مثلا میشه یک استارتاپی اجرا کرد. برید اونجا مثلا توی بنگاه املاک چند ماه شده رایگان کار بکنید تا آشنا بشید با اون فضا. اونایی که توی ملک کار میکنن شاید خیلی حرفه‌ای باشن، سالها، یارو مثلا 20 سال 30 سال داره تو اون حوزه کار میکنه، ولی اون دید نرم افزاری شما رو نداره. شما وقتی یک دید اولیه‌ای حتی از اون فضا پیدا میکنید، مشکلات زیادی رو احتمالاً میتونید شناسایی بکنید که اون افرادی که حرفه‌ای اون حوزه هستن نمیتونن شناسایی بکنن. اینم یک اشتباه رایج بچهای نرم افزاره که میخوان هی برن تکنولوژی‌های مختلف یاد بگیرن. آقا فلان تکنولوژی اومده ما بریم اونو یاد بگیریم. من نظر شخصیم اینه که چیزی تو اینا نیست. یعنی اگر تمتون تم کارآفرینی و خلق ارزشه، توی این حوزه ها چیز خاصی در نمیاد. یعنی شما باید بیشتر خودتون رو در حوزه‌ای قرار بدید که نمیشناسیدش. مثلا توی خرید و فروش ماشین ببینید اونجا چه اتفاقاتی داره میفته. یعنی چند ماه برید مثلا چه میدونم توی کار خرید و فروش ماشین کنار دست یکی وایسید، افراد اون حوزه رو ببینید چجوریه، دغدغه‌ها چیه و بسنجیدش و ببینید مشکلاتی که وجود داره رو. مورد بعدی که فکر میکنم از همه راحت تره اینه که یک کوفاوندری پیدا بکنید که یک ایده داره و شما از اون ایده خوشتون میاد. میتونید از این روش استفاده بکنید.
مثلا یک نفر هست یک ایده ای داره و شما یک توانایی دارید که میتونه اون ایده رو به حقیقت تبدیل بکنه، به یک شرکت خوب تبدیل بکنه، میتونید روی اون موضوع اقدام بکنید. پس این 7 مورد تقریبا که نه دقیقاً از مواردی که شما میتونید برای خلق ایده ها ازشون استفاده بکنید. حالا ما اومدیم و ایده های مختلف رو خلق کردیم. حالا میخوایم ببینیم که چطور میتونیم این ایده ها رو اعتبار سنجی کنیم، ببینیم به درد میخوره یا نه. ایده هایی که ارگانیک هستند معمولا مشخصه، یعنی حداقل چیزی که داره اینه که ایده غیر واقعی نیست، یعنی مشکلی که داره حل میکنه مشکل غیر واقعی نیست، چون طرف توی روزمرهش باهاش مواجه شده و بارها دیدتش و افراد زیادی هم راجبش صحبت کردن، یا توی اون مثاله که شما میرید تو حوزه‌های مختلف میرید و اون مشکل رو میبینیدش. پس اون رایج ترین اشتباهی که بقیه میکنن رو حداقل مرتکب نمیشید، یعنی حداقلش همینه که خیلی هم موضوع مهمیه. یعنی حدود نصف ایده هایی که شکست میخوره این عیب رو داره که اینا مسئله ای رو دارن حل میکنن که مسئله واقعی نیست. خب بریم موارد اعتبار سنجی ایده رو بگیم. یه سری سواله که ما میتونیم مطرح بکنیم که ببینیم این ایده به درد میخوره یا نه. این سوال ها رو من مطرح میکنم، جواباشو خودتون باید پیدا بکنید و راجع به ایده خودتون باید این سوال ها رو بپرسید. یکی اینه که آیا شما فاوندر مارکت فیت دارید یا نه. خیلی کلمات قلمبه سلمبه اگه حس میکنید هست، نگرانش نباشید، من الان براتون توضیح میدم. فاوندر به بنیانگذار اون کمپانی یا استارتاپ میگن و یعنی ترجمه فارسیش میشه بنیانگذار. مارکت هم که میشه بازار، فیت هم میشه تناسب، یعنی تناسب بنیانگذار و بازار. یهو میبینید آقا مثلا شما آدم بازار املاک نیستید یا آدم بازار چه میدونم پزشکی نیستید. خب شما و احتمالاً همتیمی هاتون که کوفاوندر هاتون رو تشکیل میدن، اگر آدم این حوزه ها نیستید اینو خودتون باید تشخیص بدید. ترجیحاً نباید ایده هایی داشته باشید که توی این زمینه ها باشه. مثلا بعضی از بازارها متفاوته. مثلا استارتاپی که خودمون شروع کردیم، باسکول، تو حوزه عمده فروشی، خرید و فروش عمده داره کار میکنه. خب ما مثلا لازم بود، خب اولش هم از حوزه کشاورزی شروع کردیم، اولش لازم بود که ما بریم مثلا تو میدون میوه و تره بار، روزها تو میدون شبها باید بریم، شبهای زیادی و ما میرفتیم اونجا و میدیدیم که مثلا چه خبره، چه اتفاقاتی داره میفته. خب ما حوزمون اون حوزه نبود، با اینکه حالا بک‌گراند کشاورزی داشتیم ولی حوزمون حوزه خرید و فروش نبود. این شاید برای خیلی‌ها خوشایند نباشه حضور توی مثلا همچین فضایی، این ولی خب برای ما خیلی جالب بود. یعنی ما اون فاوندر مارکت فیت رو داشتیم، یعنی با اون بازاری که داشتیم روش کار میکردیم، با افرادی که داشتن روی این ایده کار میکردن سازگاری داشت و ما خوشمون میومد از این موضوع. خیلی ها بدشون میاد یا موضوعات دیگه، میگم یکی از مثلا املاک خوشش نمیاد. شما تو حوزه هایی که تناسب ندارن افراد تیم با اون موضوع، ترجیحاً نباید وارد بشید. یعنی این یکی از شاخصهای اعتبار سنجیه. موضوع بعدی اینه که شما اندازه بازاری که توش هستید و قرار کار بکنید چقدره. بازارش کوچیکه، بزرگه، چجوریه؟ ترجیحاً یا باید بازارش بزرگ باشه یا باید بازار کوچیکی باشه که شدیداً در حال رشده. یعنی ایدئال اینه. ممکنه هم شما یک ایده‌ای داشته باشید، یه استارتاپ کوچیکی باشه، یک کمپانی کوچیکی هم روش شکل بگیره و نیاز یه عده
خیلی معدودی رو رفع بکنید و یک کمپانی باشه که به هر حال مثلا 5 نفر 10 نفر هم دارن توش کار میکنن و خیلی هم راضی باشید ازش. این هم مشکلی نداره، ولی خب باید اندازه بازار رو محاسبه بکنید. روش‌های محاسبه اندازه بازار روش‌های متفاوتیه و اینجا بحثش نمی گنجه. دوستانی که حالا میخوان این کار رو انجام بدن حتما باید مطالعاتی داشته باشن. شاید هم در آینده ما راجع به این موضوع یه اپیزود دیگه تولید کردیم. این هم مورد دوم. مورد سوم اینه که این مسئله‌ای که شما دارید حل میکنید چقدر هات یا اورژانسی یا ضروریه. مثلا یه مسئله یا حل، مثلا شما ممکنه یک شرکتی یک ایده‌ای داشته باشید که یک سری ساعت تولید بکنید که این ساعت‌ها مثلا خیلی لاکچری ان. خب این مسئله حالا شاید مسئله عده زیادی باشه، ولی مسئله ای نیست که اورژانسی باشه یا هات باشه یا خیلی جدی باشه. ولی یه مسئله دیگه، مثلا شما میخواید یک سیستم پرداخت آنلاین راه اندازی بکنید تو فضایی که هیچ سیستم پرداخت آنلاینی وجود نداره. خب این در جایی که اینترنت وجود داره این پرداخت آنلاین خیلی ضروری و اورژانسیه و این مسئله سریع باید حل بشه. میزان حاد بودن مسئله‌تون رو در نظر بگیرید. هرچی حادتر و ضروریتر باشه این مسئله، شانس موفقیتش طبیعتاً بیشتره. موضوع بعدی موضوع رقبا هست. باید رقبا رو در نظر بگیرید. چه رقبایی توی بازار هستن؟ آیا اصلا رقیبی هست یا نیست؟ یک اشتباه رایجی که معمولاً افراد انجام میدن اینه که وقتی یک ایده رقیب داره میگن خب این ایده خوب نیست، در حالی که برعکسش هست. یعنی وقتی یک ایده رقیب داره یعنی یه عده‌ای قبلا اومدن و احتمالاً اعتبار سنجی کردن اون بازار رو و شما تا حد خیلی بهتری، اگه اون رقیباتون پول در میارن و دارن کار میکنن چندین ساله، شما خیلی خیالتون راحت تره که توی اون حوزه نیاز وجود داره و به این معنی نیست که اونها چون اول شروع کردن بهترن. معمولاً بزرگترین شرکت هایی که امروز شما میشناسید، شما اولین کمپانی های اون حوزه رو نمیشناسید. مثلا احتمالاً شما نمیدونید که اولین مثلا سوشال نتورک بزرگی که شکل گرفت اسمش چی بود. شما امروز فیسبوک رو میشناسید و حالا اینستاگرام رو که مال شرکت متا هست و خود اون فیسبوک اصلیه که اولین چیزی بود که شکل گرفت. یا مثلا قبل از گوگل سرچ انجین یاهو بود. خیلی از بزرگ ها اولین نبودن و موقعی وارد شدن که 10 ها رقیب داشتن، ولی اومدن یه مشکل خاص رو توی اون حوزه حل کردن که رقباشون نتونستن حل بکنن. پس این چهارمین مورد که وضعیت رقبا رو در نظر بگیرید و رقیب داشتن چیز خوبیه. و مورد بعدی مورد دلیه که اصلا شما میخواین این کار انجام بشه یا نه. یعنی این موضوعی که میخواین حل بکنین و اصلا دوستش دارین یا نه. اینم به خودتون برمیگرده. و موضوع بعدی این که باز این یک موضوع شخصیه. این سوال رو از خودتون بپرسید که آیا حاضر هستید که سالها روی این ایده وقت بذارید؟ معمولا ما دوست داریم، حالا من جوی که توی ایران دارم میبینم، تو دور و بر خودم دارم میبینم، اینه که افراد دوست دارن سریع یک ایده‌ای داشته باشن و اون ایده سریع پولدارشون کنه و همه چی گل و بلبل باشه و از این حرفا. ولی خب استارتاپ و بیزنس ران کردن به هیچ وجه مسیرش این شکلی نیست و سالها و سالها طول میکشه شما بتونید یک بیزنس مدل رو استیبلش بکنید، یک بیزنس رو به پایداری برسونید و به حالا رونیو مثبت برسونید، درآمدزایش بکنید. آیا حاضر هستید که سالها روی اون ایده‌ای که
الان تو ذهنتون وقت بذارید. اگر حاضر نیستید من خیالتون رو راحت بکنم که این ایده به احتمال 99% شکست میخوره. اون 1% هم گذاشتم چون فضای عدم قطعیت پر از چیزهای عجیب غریبه که اتفاق افتاده. اون 1% هم فقط به خاطر این موارد، ولی با قطعیت خیلی بالایی میشه گفت که اون ایده شکست میخوره. ولی خب نه، 100% نمیتونیم حرف بزنیم. و موضوع بعدی اینه که اون فضای ایده‌ای که دارید، اصطلاحاً آیدیا اسپیسی که دارید، آیدیا اسپیس مناسبی هست یا نه. به چه معنیه آیدیا اسپیس؟ آیدیا اسپیس یعنی این که مثلا من تصمیم میگیرم توی حوزه چه میدونم پزشکی یک ایده‌ای داشته باشم. مثلا یک ایده‌ای دارم که مشکل مثلا نوبت‌دهی پزشکار رو حل بکنیم به فرض. بعد این میشه تو حوزه پزشکی، آیدیا اسپیس من میشه تو حوزه پزشکی. آیا اگر مثلا این حوزه پزشکی مشکلشون رفتیم جلوتر فهمیدیم نوبت دهی نبود، راه داره که مثلا ما بریم یه مشکل دیگه پزشکا رو حل بکنیم؟ آیا مثلا پزشکا قشری هستن که مشکل زیاد دارن یا مخاطب زیاد دارن؟ این میشه اون آیدیا اسپیسی که شما دارید. معمولا دوستان ایده های خوب به مرور شکل میگیرن. یعنی باز خیلی از کمپانیایی که شما امروز میشناسید، مثلا یکیش همین اینستاگرام، شما حتی نمیدونید که نسخه اولیش چه شکلی بوده. یعنی این به مرور شکل گرفته. یا همین واتساپی که هر روز دارید استفاده میکنید، احتمالاً خیلیاتون نمیدونید که این اولین بار برای چه مصرفی اومده بوده و ایدهش چی بوده و الان تبدیل شده به چی. یعنی معمولاً اینجوریه که اینا به مرور شکل میگیرن. پس مهمه که ما اون فضای ایده‌ای که انتخاب میکنیم چی باشه که اگه این نشد بتونیم بریم سراغ ایده‌ای بعدی. این خلاصه مطالبی بود که این اپیزود در موردشون صحبت کردیم. سعی کردم تا جایی که میشه کوتاه باشه. اگر سوالی، مسئله‌ای، چیزی دارید حتما توی کامنت ها با ما در میون بذارید. خوشحال میشم که با هم این مکالمه رو داشته باشیم. موفق باشید.